اگه این رنگ پوست چه اشکالی داره؟ بخوام بهت یه رازی رو بگم. به خاطر رنگ پوستت نیست که کسی نمیخواد با دوست شه. به خاطر اینه. بونجور. نه اینجوری نه. محکم بگو. بونجور. آفرین. خب تو همین الان داری نقش یه آدم برنده رو بازی میکنی. اگه همیشه همین کارو بکنی، محکم راه بری، محکم حرف بزنی، محکم وایسی و به خودت بگی که تو یه آدم برنده ای، آدما همینجوری تو رو میبینن. کافیه به جای نقش آنای بازنده که تا امروز بازیش میکردی، نقش آنایی برنده رو بازی کنی. فقط باید خوب بازیش کنی. اون موقع دیگه همه میخوان باهات دوست شن. همه آدما اینقدر دوستت دارن که خودت خسته میشی. نه صاف. سر بالا. باید به خودت همیشه بگی که تو یه برنده ای. مثل برنده ها راه بری، مثل برنده ها حرف بزنی، مثل برنده ها فکر کنی. اولش یکم سخت. یکم که نه، خیلی سخته. آنه بازنده همش میخواد برگرده. ولی اگه تو تمرین کنی و واقعا باور کنی که برنده ای، اونم کم کم خسته میشه و میره.